اگه گفتن اسم این مکان قدیمی چیه؟ اسم این مکان قدیمی یخچاله یا همون یخدون. سلام، ما دکتر گرین لایفم. امروز آمدم در مورد یکی از شاهکارهای معماری و طبیعی که البته برای حفظ سلامت مزاج در گذشته ازش استفاده ما شده صحبت کنم. البته مکانیزم مورم براتون توضیح میدم. نگاه کنین، آدم وقتی گرمش میره کولر روشن میکنه، از یخچال یک نوشیدنی سرد ور داره و مخوره. برای چی ما وقتی گرم ما میره سردی مخوریم، وقتی سرد ما میره گرمی مخوریم؟ مثلا یک دمنوش گرم توی یک هوای سرد. این به خاطر حفظ تعادل مزاج مایه. هر چی که تو دنیا میبینین یک مزاج داره. مثلا یخ سرده، خورشید گرمه، خانما معمولا مزاجشان سرده و آقایون اکثرا مزاجشان گرمه. نخود مزاجش گرمه، عدس مزاجش سرده، گوشت گاو سرده، گوشت گوسفند مزاجش گرمه. قربون خدا برم، طبیعتش بر اساس یک حکمت درست رفته. حالا بریم سراغ اصل مطلب. نگاه کنین، ما برای چی یخچال استفاده میکنیم؟ یکی برای همین تعادل مزاج که براتون گفتم، یکی هم برای نگه داشتن مواد فاسد شدنی مثل مواد غذایی. نگاه کنین، اولین یخچالای امروزی در حدود 270 سال قبل اختراع اولیه شد. البته طول کشید تا آمد دست مردم. یک چیز حدود 100 سال قبل یخچال توی دنیا شروع کرد دست مردم استفاده رفتن. البته ایران بگم ما 20 سال اولش یک مشکلات محیط زیستی داشت که خیلی هم اذیت میکرد. ولی تقریبا از 70 سال قبل تو کل دنیا یخچال به صورت عمومی در دسترس مردم قرار گرفته و دارن استفاده میکنن. البته تو ایران هم حدود 60 ساله که ما یخچال داریم استفاده میکنه. اگه خیلی ساده بگم، یک قرن هم نیست که تو دنیا دارن یخچالای صنعتی استفاده میکنن. حالا سوالیه که قبلش مردم دنیا چه یخچالای استفاده میکردن؟ حالا ما مردم دنیا رو خیلی نمیدونم، ولی ایرانی‌ها رو که براتون بگم. توی ایران بر اساس اسناد تاریخی حدود 3700 ساله که ما داریم یخچال استفاده میکنیم. البته یخچالا رو خودمان درست میکنیم. ما فکر نکنین که تو طبیعت به صورت طبیعی یک جای هست مرکز یخه و مثل کوها که یخ دارن ما میریم مواد غذاییمون اونجا میذاریم یا یخ از اونجا برداشت میکنیم. نه، ما یخچال درست میکردیم تو کویر. 3700 ساله. اینا مکانیزم جالب داشتن. اونا یک حوضچه درست میکردن یا استخر، کنارش یک دیوار بلند به اسم حصار درست میکردن که این حصار تو همه فصل سرد توی روز سایش میافتاده روی استخره. نزدیک این مکانام یک سازه گنبدی به اسم خزانه درست میکردن که یخا رو توی زمستون اونجا انبار میکردن و تابستونا از اونجا برمی‌داشتن و استفاده میکردن. جالبه که تمام طول فصل گرما یخ داشتن. حالا مکانیزم این کار چی بود؟ از دلایل اصلی که یخ این همه مدت ماند، عایق بندی خوب و هماهنگ با طبیعت بود که اون معمارای قدیم ایرانی ازش استفاده میکردن. تو مناطق مختلف، به ویژه مناطق کویری که تو ایران هم ماشاءالله کم منطقه کویری نداریم، از مصالح ساختمانی مثل خشت و گل زیاد پیدا میشه که با استفاده هوشمند از اونها این بناها رو درست میکردن. به جز دسترسی بالا به خشت و گل، یک دلیل مهم دیگه هم وجود داشته استفاده از اونها و اون بوده که عایق خوبی بودن. یعنی نمیگذاشتن گرمای بیرون بره داخل بنا و سرمای داخل یخچال هم بره بیرون. این یعنی یک یخچال طبیعی. خیلی جالبه نه؟ استفاده هوشمندانه از طبیعت اینطوریه ها. در ضمن توی خشت و گل از کاه هم به کار بردن و استفاده میکردن. یعنی همون کاهگل معروف. کاهگل یک خصوصیت خیلی مهمه داره. او یمیه که مانع ورود رطوبت برف و یخ به داخل بنا شده. یعنی عایق کامل مدده. برای همو قدیمی‌ها به جای قیر و ایزوگام که البته تو زمانم نبوده یا استفادهش به متداول بودن الان نبوده، سقف خانه‌هاشون کاهگل میکردن. مشاهده میکنین که ما الان خانه‌ای داریم تو ایران که از 1000 سال هم بیشتر عمر دارن، ولی به خاطر برف و بارون سقفشا پایین نیامده چون کاهگل میکردن سقفشانه. در ضمن رنگ خاکی مصالح و خشتی که اونجا استفاده می‌شده مانع انعکاس نور و تابش شدید آفتاب میرفته. اونا پایه ساختمونشون هم از سنگ استفاده میکردن، باعث میشد که رطوبت زمین هم به یخچال آسیبی وارد نکنه. دیوارها هم از خشت و آجرای خشتی استفاده میکردن. حالا بریم سراغ ذخیره یخ. دو تا حالت داشت. اگه زمستونا برف خوب میامد که یخ و برفا رو میریختن داخل یخچال و ذخیره میکردن. اگه برف زیاد نمی آمد، اونا تو حوضچه‌ای که براتون گفتم یا او استخرا که توی سایه بود آب میریختن. شب تا صبح یا چند روز مگذشت به خاطر هوای سردی که بود و سایه‌ای که بود اونا یخ می‌بستن. بعد یخا رو مکندن و توی یخچالا ذخیره می‌کردن.
برای استفاده راحت از یخا توی فصل گرم بین یخا کاه میریختن که البته برای ذخیره‌شون هم خاصیت خوبی داشت. یکی از کارهایی که بخصوص تو مناطق کویری انجام میدادن که یخا بمانه، علاوه بر که کاه استفاده میکردن لایه یخا، روی اونا رو با هیزم گیاهای برگدار میپوشوندن. بعد که یخدونش رو پر مرفت، درب یخدون رو پلم میکردن، یعنی با خشت تیغه میکردن تا فصل گرما. فصل گرما که مرفت درب یخچال رو باز میکردن و کم کم یخا رو استفاده میکردن تا زمستون بعدی هم یخ داشتن. مشاهده میکنن که ما ایرانیان نزدیک 4000 سال با دست خودمان یخچال درست کردیم، اویم تو کویر. به این دلیل که مزاجشناسی قدیمیای ما بلد بودن، میدونستن که چطوری سردی رو با گرمی و گرمی رو با سردی معتدل کنن. هم موافق محیط زیستشان بود، هم خیلی هم ارزون براشان در می آمد. شما هم بیاین با طبیعت و زندگی طبیعی آشتی کنیم، دوست بریم، هماهنگ بریم. اگه با طبیعت همراه بشن، تو کویر بهتون یخچال هدیه میده. بیاین مزاج شناسی رو یاد بگیریم، به درد تا مخوره. ما تو چنلم چند تا پلیلیست دارم در مورد مزاج شناسی، هم مزاج آدما، هم مزاج مناطق مختلف، هم مزاج غذاها. میتونین اونا رو ببینین و مشاهده کنین. دم شما گرم که تا آخری ویدیو با هم بودن. اگه مطلبی بود که دوست داشتم براتون توضیح بدم، برام کامنت کنین.